دیگه بعضی از پدر مادرها از این طرف بوم افتادن. یه سری از پدر مادرها مستبد و پلیسی هم تو ویدیوی قبل گفتن. بعضیا از این طرف برعکس شدن، هلیکوپتری شدن. دیگه بچه رئیسه دیگه، ما هم نوکرشونیم، هر کاری دلش خواست. آخ نباید بگه، همه چی باید براش مهیا باشه. یک آنم نباید این بچه گریه کنه و دلش بگیره. هر چی الان دلش خواست بخواب، الان دلش هر چی دلش خواست. و متاسفانه اینا یه سری بچه‌های تحویل جامعه میدن که اصلا جامعه پسشون میزنه، نمیتونن سازگاری داشته باشن، اصلا اینا ساختار پذیر نیستن و اصلا حل مسئله‌ای ندارن و اینها هم ارتباط خوبی با بچه‌هاشون ندارن و تو جامعه بهشون میگن لوس، نونور، نازک نارنجی یا نازول ببه. حالا دیگه اصطلاحات دیگه هم هست. یه پادکستی دارم، کلمه بچه رئیس رو برام کامنت کن. به این والدین میپردازم و میگم چه اتفاقی توی رابطه اینها داره میفته که این مشکل رخ میده و چه عواقبی داره. بچه رئیس رو کامنت کن. بچه‌های سایت و کانالم بعد از این ویدیو پادکست در اختیارشون قرار میگیره. یا علی.